سلام بینندگان عزیز. امروزها توجه هواداران فوتبال در سراسر جهان به قطر نگرانیده شده است. در این کشور بازی‌های جام جهانی فوتبال جریان دارد و صحبت میز گرد رادیوی آزادی به همین موضوع بخشیده می شود. با همین مقصد ما به استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دو کارشناس ساحه را دعوت کردیم و حالا آنها را به شما معرفی می کنم. امانشاه سعادت سایروف، مربی فوتبال از تاجیکستان، و امین سبحانی، مربی فوتبال از جمهوری اسلامی ایران. و از شما مهمانان عزیز خواهش دارم به سوال نخستین بنده پاسخ بدهید. یعنی نظر شما به جام جهانی فوتبال در قطر چگونه است؟ دولت قطر که در آنجا ما نه یک بار دو بار بودیم، یک دولت کوچک است، یعنی یک دولت خردک است. لیکن ببینید که جام جهان رو که با این حشمت و با این بزرگیش هست، چگونه آنها قید کرده هستند، چگونه آنها گذرانده هستند که این نمیدونم که چطور بیان کنم. لیکن دولت قطر دولت بزرگ است. ما دیدیم که تمام متخصصین نسبت گذراندن برپا نمودن این مسابقات بهای بلند دادند. تشکر. محترم امین سبحانی، بفرمایید. ابتدا سلام عرض می کنم خدمت شما و همچنین همکارانتون در رادیو آزادی. عرضم بزرگتون از نظر بنده به عنوان یک مربی، این جام جهانی این دوره نسبت به جام جهانی‌های قبلی اگر بخوایم حالا مثبتش رو بخوایم صحبت کنیم، واقعا کشور قطر از نظر ورزشگاه‌های مدرنی که ساخته، هزینه‌های خیلی زیادی که انجام داده و حتی جذب استعدادهای خارجی دیگرین که حالا اینجا ما بگیم بومی و اینا بهشون ملیت خود کشور قطر رو دادن که بتونن یک تیم خیلی قوی و در سطح بین المللی بسازن. چون بنده دوبار در اونجا بودم، سفر کردم و حتی در یکی از بهترین آکادمی های شاید بگم جهان، آکادمی اسپایر، که همین مربیشون آقای فیلیکس سانچز اسپانیایی، ایشون اسپانیایی 2004 با خیلی مربی‌ها وارد این آکادمی شدن و میخوام بگم که هزینه زیاد کردن، استعدادها رو جذب کردن، لکن از نظر تایم برگزاری این جام جهانی نسبت به جام جهانی‌های قبلی من فکر میکنم تایم مناسبی نبوده، چون خیلی لیگ‌ها هنوز در جریان هست. ما قبلا میدیدیم که خیلی لیگ‌های دنیا تمام میشد، سرمربیان تیم‌ها وقت داشتن برای آمادگی تیم‌ها، اردوهای مناسب، دیدن نفرات دیگر، ولی متاسفانه الان من ایران رو مثال میزنم، هنوز لیگشون تمام نشده، یعنی باید یک استراحت میدادن، بازیکن‌های رو وارد می‌کردن و به نظرم این افت فنی در این جام جهانی، در شروع جام جهان که ما دیدیم که متاسفانه میزبان خود قطر بود، از نظر فنی من به نظرم جوابگو نیست و جام جهانی فکر می‌کنم از الان شروع شد با این 1/8 نهایی. تشکر. بیایید اکنون به تحلیلی بازی‌ها گذاریم و به عقیده شما محترم سعادت سایروف، کدام بازی‌ها به شما بیشتر پسند آمد؟ اگر ما یک بازی رو مثال بیاریم، یک بازی نه خطا میکنم، ممکن که یک 5 بازی یا 6 بازی به من خیلی پسند آمد که دست‌ها خیلی سرعتی بلند داشتند. ببین که آنها در بازیگزاری چگونه بازی‌های خوب کردن. ببینید که من اگر مثال بیارم، اگر جام جهانی که سال 2002 در کره جنوبی شده گذشت، اونجا همین بازیگزار یعنی پرسینگ رو بسیار استفاده می‌بردند. در اون جام جهان اگر تحلیل کنیم، در جام جهانی که اون سال در کره جنوبی شده گذشت، بسیارتر دست‌ها پرسینگ کردند، فشار می‌آوردند نسبت به حریف. و بعد از اون جام جهان، بعد چند بازی که شد، چند جام جهان شد، این رو ما ندیدیم. اون فشاری که در اون جام جهان بود
دیگر جام جهان ها شده گذشت، تحلیلات متخصصان اون فشاری که در خط سیم یعنی لینیای سیوم میگن در هجوم این رو ندیدیم. ما دیدیم که هجوم کننده ها پاس میفرمودند، اون جام جهان ها که بود پاس میفرمود و در خط دوم پیشواز میگرفتن اون هجوم حریف رو در بین، بعد با اونا طرف اونا حرکت میکرد. انا ببینید که با فکر من باز همون سال 2002 که سرعت بود و فشار بود، این رو من دیدم. اون بازی‌ها رو دیدم که بسیارتر محافظتگران وقتی فشار می آوردن بسیاری از گل ها هم همین خیلی شد. ببینید که وقتی هجوم کنه فشار به محافظتگر میکنه، خودش رو گم میکنه، توپ رو از پای او میگیرد و گل رو به دروازه حریف میزنه. این رو من دیدم که فشار باز همون فشار که سالهای پیش بود، فوتبال جذابیتش خوبتر بود و این رو در این جام جهان من مشاهده کردم. خیلی خوب. تشکر. ضمناً از کنفدراسیون فوتبال آسیا 6 دسته در جام جهانی در قطر هنرنمایی میکند و یکی از این دسته ها تیم ملی ایران بود. متاسفانه تیم ملی ایران نتوانست به دوری بعدی راه بیابد، ولی از خود یک بازی خوبی به اندیشه من برای مخلصان باقی گذاشت و هواداران فوتبال در تاجیکستان نیز به همین دسته خیلی شماره زیادی آنها مخلصی میکردند. شما آقای صبحانی در این مورد چی گفتنی ها دارید؟ ببینید تیم ملی ایران خب الان بار ششم بود که در جام جهانی حضور پیدا میکرد و ما اگر بخوایم سه موضوع خیلی مهم رو که اون انتظاری که ما مخلصان داشتیم از این تیم در جام جهانی که بهتر نشان بده، یکی اینکه تجربه شرکت در جام جهانی، دوم حضور خیلی از بازیکن‌های لژیونر که خیلی لیگ‌های معتبر دنیا دارن بازی میکنن و ما قبلا این تعداد نفر رو نداشتیم در تیم ملی پیشکی اون مثلا 10 سال 12 سال قبل، و سوم حضور خود مربی آقای کارلوس کیروش که شناخت کافی از فوتبال ایران داشتن و حتی 2 دوره در جام جهانی 2014 و 2018 حضور داشتن و ما در 2018 دیدیم که تیم ملی ایران چه بازی‌های روبروی پرتغال، اسپانیا و حتی اون بازی هم یکی از بازی‌ها رو برده بود. ما با این نگاه ما گفتیم در این جام جهان خیلی موفق‌تر خواهد بود. لکن خارج از بحث فنی متاسفانه تیم ملی ایران دچار مشکلاتی شد از نظر روحی روانی و حتی در بازی اول همه شاید اونی هم که مخلص فوتبال نباشه پیش بینیش این بود که ممکن بود اصلا یه مساوی میکرد با انگلیس، لکن اون تعداد گل‌هایی که خورد و در بازی دوم جبران کرد. بازی سوم متاسفانه بازم بحث‌های دیگه است خارج از فوتبال وارد شدن و این میتونه خیلی تاثیر منفی داشته باشه که متاسفانه ایران نتونست و میتونست این دوره خیلی راحت به 1/8 بره برای اولین بار، ولی متاسفانه هیچ تلاشی صورت نگرفت. چون که گفتیم با غیر از ایران باز قطر، عربستان سعودی مسابقات رو ترک کردند، ولی درباره تیم عربستان سعودی شما چی گفتنیه؟ اگر من اون بازی که عربستان سعودی کرد و ما شاهد هم گشتیم که در بازی اول دسته پرقدرترین جهان رو شکست داد، بازی خوب نشون داد و بعد از اون بازی نمیدونم که چی شد با دسته سعودی، اونها اونقدر بازی جالب نشون ندادن و ما شاهد گشتیم که دسته عربستان سعودی از دوام دادن مسابقات محروم گشت. متاسفانه مشکلاتی هست که ببین الان مثلا قطر الان جام جهان رو برگزار کرد. من اینجا اشاره کردم تو اول صحبتام که قطر 2004 در یک آکادمی همین تیم رو جمع کرده بود، همین مربی بود و 2004 الان ما چندیم شاید قریب 18-19 سال این تیم حتی قهرمان جام ملت‌های آسیا شد 2019. ولی همه چی پول نیست، اینا خیلی پول صرف کردن. مهمتر از پول نیروی انسانیه، همونطور که آقای امانشاه اشاره کردن 1.5-2 میلیون نفر بیشتر جمعیت نداره و حتی مجبور در رشته‌های دیگه نه فقط فوتبال استعداد با پول زیاد کشورهای دیگه رو خریداری کنه.
متاسفانه صحبت من اینه که بعد از جام جهان میخوان چه کار بکنن. این قطر بعد از این جام جهان اون پلنش چیه؟ اون مهمه. این که فقط به اینی که هست راضی باشه، من به نظرم این قطر دوباره همین مشکل، شاید در جام جهانی بعدی هم بالا نخواهد اومد. الان من کشور قطر رو دارم بیشتر صحبت میکنم چون میزبان هست و میتونست خیلی نتایج بهتری بگیره. حتی از 3 بازی ما انتظار رفتن 1/8 نداریم بار اول، ولی حداقل 1 3 امتیاز رو میگرفت. قطر تیم 52 رنکینگ فیفاست و به نظر من اگر میزبان نمیشد بسا در این جام جهان هم شرکت نمیکرد. از تیم ملی عربستان بخوایم صحبت بکنیم، خب تجربه داشته بازیکن‌ها. یکی از مشکلات اینه که بازیکن‌های خود عربستان در فقط لیگ عربستان بازی میکنن و اینها در خارج از کشور نمیرن چون امکاناتشون و حالا از نظر مالیوی بخوایم بگیم در لیگ خودشون بهترن، موفق‌ترن و تنها تجربهشون مسابقات آسیایی جام باشگاه‌های آسیا هست، حالا الاتحاد، الهلال یا النصر. و به نظر من این 2 تا تیم آسیایی، حالا صحبت ژاپن و کره، اینا 2002 رو که برگزار کردن واقعا بعد از اون جام جهان افت نکردن بلکه بیشتر کار کردن و استخدام مربیان خارجی در لیگشون اون باعث شد که کمک به فوتبالشون بشه. قطر بعد از این اگر تجربه ژاپن و کره رو داشته باشه از 2002 من به نظرم موفق تر میشه. اگر اون کارو نکنه باز همین است. و در گروهی که دسته دیگر، دسته کره جنوبی هنرنمایی میکند، در این گروهی ایج پرتغال الکی به دوری پلی اوف برآمده است و گانا 3 امتیاز و کره جنوبی و اروگوئه 1 امتیازی دارند. یعنی اینجا هم 3 دسته گانا، کره جنوبی و اروگوئه برای به دوری بعدی راه یافتن تلاش می‌ورزند. همینطور است. و بگویید که با اندیشه شما کدام دسته ها با عنوان قهرمان جهان مشرف می‌گردند یا اینکه یک دسته اصلا مشرف می‌گردد با دور نهایی می‌برایند؟ کدام دسته؟ ببینید بله عرضم به حضور شما، این جام جهانی که الان دیدیم، از شروع جام جهانی تیم‌هایی که دیدیم و نتایجی که پیش اومد، کاستاریکا 7 تا خورد از اسپانیا، ایران 6 تا خورد، استرالیا 4 تا خورد و عربستان میاد یک تیم آرژانتینی که مدعی قهرمانی این جام میاد میبرد. خب آلمان به همین شکل ژاپن میبرد و این یه مقدار این جام جهان پیش بینی قهرمان سخت است، چون امروز در فوتبال دنیا تاکتیک های دفاعی بیشتری شده، چون به هر حال فوتبال رو به جلو هست و حتی ضعیفترین تیم ها میتونن با اتخاذ یک تاکتیک های دفاعی از بزرگترین تیم های دنیا هم خال بگیرن. شما ممکنه از برزیل هم گرفته بشه. قبلا ما دهه اخیر صحبت میکردیم، همه از قبل وقتی جام جهان میخواست شروع بشه مردم یه شور و شوقی داشتن برای شروع جام جهان، لکن امسال احساس میکنم یک مقدار با توجه به این نتایج و شروع افتتاحیه اون بازی که قطر و اکوادور باشه و ضعیف نشون دادن، به نظرم یک مقدار اون نگاه فنی ضعیفتر شده و جام جهانی مثل این که ما هر روز بازی لیگ انگلیس رو میبینیم یا اسپانیا و یک چیز معمولی شده دیدن این فوتبالا. برای همین یک مقدار تشخیص قهرمان سخته. نه اینکه سختیش به اینه که مثلا 10 تا تیم خوب باشن، یک مقدار نتایج نزدیک شده، یک مقدار تیم ها از نظر فنی به هم نزدیک شدن و به هم به راحتی امتیاز نمیدن. و یک سوالی کردید، من اگر بخوام یک بازی رو در دور اول، حالا از آقای امانشاه سوال شد، به نظرم یک بازی بیشتر خوب نبود و اون سنگال نیدرلند بود. بله درسته؟ درست. این یک بازی و بازی‌های دیگه نتایج خوب بود ولی برای تیم‌هایی که می‌خواستن، لکن از نظر فنی به نظرم اون پرسینگی که ایشون اشاره کردن در این بازی‌ها ما ندیدیم. سوال دیگر به هر دوی شما،
به اندیشه‌تان چرا از دسته های منطقه آسیای مرکزی مدت چندین سال یگان تیم به دور نهایی به مرحله نهایی جام جهانی فوتبال راه نمی‌یابند؟ با فکر شخصی من اونجا دیگر اون دولت‌هایی که به جام جهان راه خط می‌یابند آنجا اینفراساختارهای بزرگ دارند. آنجا وضعیت مالیوی آنها خیلی پرقوت است. بعد آن اکادمیایی دارند که در آن اکادمی متخصصین خوب کار میکنند، یعنی متخصصین تمام جهان هم از اونجا دعوت میکنند و مربیای بهترین هم در اکادمی آنها کار میکنند. مثال اگر ما ازبکستان رو گیریم، آنها سالهای آخر اون اکادمیایی که باز میکنند در آنجا مربیان اسپانیا و مربیان دولت‌های پرقوتی که فوتبال در آنجا رشد کرده است از آنجا دعوت میکنند و فوتبال بازان آنها رو، یعنی اون شاگردان آنها در آن اکادمی آنها یاردم میکنند، کمک میکنند در بر آن متخصصین مثال از خارج آمده باز همان مربیان خودشان ایستاده از آنها تجربه میگیرند، یعنی یاد میگیرند. انا ببینید که خود ازبکستان یک 3 تا یا 4 تا اکادمی بزرگ دارد. فوتبال آنها خیلی خوب رشد کرده است و آنها چند سال پیش با فکرم که شانسی به جام جهان برآمدن هم داشتند، نتوانستند در مرحله آخر نتوانستند که به جام جهان راه خط گیرند. لیکن ببینید که آن روش کار فوتبال همسایه کشورها خیلی خوب براه مانده است که آنها اکادمی بزرگ دارند، آنها فوتبال آنها پیشرفت شده است. و اگر ما فوتبال تاجیک خودمان را مثال بیاریم، با فکر من که سالهای که چند سال من مثال اگر گیریم یک 5 سال که فوتبال ما رشد کرده است، باور کنید با فکر من اگر ما باز هم توجه راهبریت اگر با رشد فوتبال زیادتر باشد، با فکرم که اون اکادمی که ما میخواهیم که در جمهوری ما باشد، با فکرم آنها هم پیدا میشوند. آن متخصصینی که ما میبینیم که از دولت‌های خارج دعوت میشوند با تیم‌های ملی ما، ببینید که آقای سبحانی هم در تیم ملی زیر 17 هست و ببینید که نتیجه خوب هم دادند، با راه خط گرفتن بر جام آسیا، راه خط گرفتن با قسم نهایی جام آسیا راه خط گرفتن و این خوب است. مثال از فدراسیون فوتبال تاجیک تشکر میکنیم که برای توجه برای فوتبال بانوان بسیار میکنند. ببینید که برای رشد کردن مکتب‌های ورزشی، ببینید که برای رشد کردن مکتب‌های فوتبالی خیلی توجه زیاد میکنند، خیلی آن کمک و آن سرپرستی آنها رو به گردن میگیرند و اگر این گونه اگر پیشرفت کنیم باور دارم که در سالهای نزدیک فوتبال تاجیک هم به مثل دیگر کشورهای پرقوت خیلی فوتبالش با قوت پرقوت میشود. در واقع موسم امسال برای فوتبال تاجیک باورار بود، برای اون که بار اول در تاریخ فوتبال تاجیک دسته منتخب ملی با مرحله نهایی جام آسیا راه خط گرفت. هرچند باید سالهای پیشتر، من در نظر دارم 26 سال مقدم که دسته ملی تاجیکستان در اینجا تیم منتخب ازبکستان را در همین مسابقات انتخابی شکست داده بود با حساب بزرگی 4-0، ولی بعداً با عیب بسیاری از فوتبال بازان تاجیک، سابق بازیگران دسته پامیر دوشنبه و اینجا باز چیزهای زیاد است که آنها در تاشکند مغلوب شدند با حساب 0-5 و از حق شرکت در مرحله نهایی محروم گشتند. آنگاه باور داشتم که در این مدت 26 سال خیلی و خیلی پیش می رفتیم و آن وقت تیم ملی ازبکستان از ما خیلی قفا بود، ولی از ناامیدی ها بس امید است میگویند و تشکر میگویم با آنهایی که با مرحله نهایی راه خط گرفتن با رهبری مربی خارجی از خرواتیا پیتر شگرد و با آنها ما موفقیت آرزومندیم. و شما که آقای سبحانی در تاجیکستان کار میکنید به وظیفه مربی تیم
CSKA میگوییم کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه را شما جایزه‌داری برنجی کردید پارسال در قهرمانی تاجیکستان و حالا خدمت میکنید باز برای فوتبال تاجیک. از نگاه شما چی چیزهایی باید به ثبوت رسوند که فوتبال تاجیک به مثل فوتبال ایران پیش رود و در آینده ما تیم ملی تاجیکستان رو نیز به مثل ایران در مرحله نهایی جام قهرمانی جهان ببینیم؟ ببینید بنده 2 دوره در فوتبال تاجیکستان که وارد شدم، دوره اول 2017 بود با همین تیم کلوب مرکزی ورزشی ارتش زسکا و دوره دوم که 2021 بود واقعا پیشرفتی داشته. حالا از نظر سخت افزاری همون میدان ها یا به هر حال اون ایزبورن هایی که خود فدراسیون زحمت میکشه برای تیم ها میذاره که من 2 دوره در منطقه به اسم بهارستان تیم ها رو جمع میکرد، اهمیت میداد، سمینارها رو برگزار میکرد و قبلا این چیزها رو نداشتیم و حتی از خود رسانه ها اینقدر اهمیت به فوتبال داده نمیشد اون موقع، ولی امسال و 2-3 سال اخیر واقعا از این نظر پیشرفت خوبی داشته و اهمیت داره داده میشه و حتی به فوتبال بانوان حتی بعضی ها آکادمی گشودن اینجا و دارن کار میکنن، یعنی رو به جلو رو به پیشرفت هست و ساکن نمونده، ایست نکرده این موقعیت. این میتونه یک نقطه عطفی باشه در فوتبال تاجیک. اما اگر در کلان بخوایم صحبت کنیم به فوتبال آسیای میانه، باز برمیگردیم به اون صحبتی که من در قطر نیروی انسانی کردم. شما این ازبکستان جمعیت چقدر داره نسبت مثلا به اینجا یا به کشورهای دیگه و کشورهای آسیای میانه؟ اینا تازه جدا شدن و الان دارن هنوز جوانن به نظرم برای شرکت در مسابقات جام جهان. در حال حاضر اینها باید لیگشون رو تقویت بکنن، باید کیفیت لیگ رو ببرن بالا. با 10 تا تیم در یک لیگ، شاید 10 تا تیم برای مثلا 7 میلیون خوبه، لکن امسال چند میلیون شده؟ 10 میلیون به نظرم 10 تا تیم کمه. چرا؟ چون 10 تا تیم ببین چقدر بازیکن میگیره و هر تیمی هم 5-6 تا لژیونر میگیره، پس دیگران دیده نمیشن و اون نگاه و شناختی که از فوتبال تاجیکستان دارم و اینو به جرئت میگم من نه قرار مربی تیم ملی بشم نه تیم چیز بگیرم، نه حرفمو میزنم خیلی راحت. اگر شرایطی که قطر با اون هزینه ها و میدان ها فوتبال تاجیکستان داشت، ما باید الان در جام جهان 2022 باشیم. چون من نام ببرم مشکلی نیست، فوتبالیست هست. قطر هیچ موقع بازیکن مثل احسان پنجشنبه نداره در همین حال حاضر. من از نظر فنی میگم از نظر شخصی خودم فورواردی مثل انوش نداره، انوش شیروانی نیست. واقعیت اینو من میگم، اینا استعدادها هستن. چرا؟ چون فوتبال مال مردم فقیره، استعدادهای خداداد پیش آدمای فقیره. شما همین قشلاقا رو ما میگردیم. من تمام این قشلاقای کجا میشه؟ حصار قریبه فکر کنم 30-35 تا قشلاق داره، شاید هم بیشتر. رفتم دیدم اینا مسابقات درون برگزار میکنن، باور کنید در اونجا هم میشه پیدا کرد. اینا رو پرورش داد استعدادا رو. آقای سبحانی معذرت، پیشتر میگفتن که در دنیا 2 کشوری است که آنجا فوتبال بازان خداداد و استعداد هستند. برزیل را به زبان می آوردن و بعداً تاجیکستان را باور کنید. نه بنده خودم میگم الان دارم کار میکنم و حتی همین تیم U17 U20 واقعا اگر شرایط براشون فراهم بشه ما خیلی راحت میتونیم همین امسال باز این 2 تا تیم برن جام جهان. استعدادهایی که در اینجا هست من میگم مثل ایرانی‌ها هستن یا ایرانی‌ها مثل تاجیکی‌ها هستن، هیچ فرقی نمیکنه. و اینکه ما موفق بودیم به لطف خدا، اینکه شناختی که از این بچه‌ها داشتم و خودم 8 سال مربی بهترین آکادمی ایران بودم، فولاد خوزستان، و مربیای خارجی زیاد کار کردم و نگاه من با اولین نگاه میدونم این فوتبالیست در آینده چی میشه، لکن همش بستگی به شرایط مالی داره. اگر شرایط مالیوی امکانات بهتر بشه و به تایید صحبت جناب عالی این تیم میتونه در جام جهان بازی بکنه.
و ای کاش ازبکستان شانس رو داشت و به نظرم ازبکستان بود از قطر نمایش بهتری داشت، لکن یه مقدار فوتبال دیگه بد شانسی هم هست. تشکر. و یکی از مسئله های حل طلب وقتی که ما خبرنگاران با متخصصان، با بازیگران، با مربیان هم صحبت میشویم، به خصوص آنهایی که از خارجی کشور میآیند، از خارج میآیند و آنها نگرانی میکنند از وضع چمن یا علف میدان. و منتخب تاجیکستان با منتخب روسیه یک بازی دوستانه انجام داد. والری کارپین سرمربی منتخب روسیه، سیچوف ولادیمیر بازیگر، آنها عرض کردند که حالت میدان در این گونه میدان بازی کردن مشکلات زیاد دارد و آسیب میبینند. در حقیقت هم دو بازیگر آنها هم دروازه‌بان هم سیچیوی آنها در جریان همین بازی دوستانه آسیب دیدند. نظر شما با وضع میدان‌های فوتبال در تاجیکستان چگونه است؟ شما که بسیار سفر میکنید، به تمامی گوشه و کنار تاجیکستان رفتید، همراهی دسته ها و این رو مشاهده کردید. بفرمایید. ببینید الان این چیزی که خودم به چشم دیدم در بعضی کشورها، همونطور که یک کمیته، یک دپارتمانی برای داورها، برای مسابقات، برای لیگ، برای کودکان، بانوان میذارن، در همه فدراسیون ها دپارتمانی به عنوان حفظ و نگهداری از تأسیسات ورزشی. حالا تأسیسات میتونه سالن، زال باشه، میتونه خود چمن باشه. حالا صحبت ما برای چمن و باید متخصصین، مهندسینه که مرتبط به خود چمن، چون اینجا یک فصلی داره خیلی گرمه، یک فصلی داره خیلی سرد خنکه و چمن به هر حال بر اثر تغییرات آب و هوایی هم میتونه زرد بشه، سبز بشه. به هر حال این باید نگهداری بشه. به نظرم متخصصین این کار باشن و نگاه بکنن به میدانها. الان بعضی میدانهای اینجا رو خود مدیر باشگاه نگاه میکنه، اصلا فقط فکر میکنه مثلا باید به این آب داده بشه. حالا چه موقع آب داده بشه؟ روز باشه، شب باشه. حالا اینا رو که من میگم چون خودم سوال میکردم تو میدانهایی که دیدم خیلی قشنگ بود. حتی تو خود قطر، نادی قطر یا باشگاه قطر رو مثال بزنیم، نام خود تیم باشگاه قطر، من دیدم اینا کامرا گذاشتن این بالا، یعنی از بالا کامرا میذارن و مواظبت دقیق از زمین هاشون دارن. یعنی یک جایی چیز میکنن، نشستن و از اونجا نظارت میکنن که کیفیت چمن چیه. یک مقدار میگم، یک مقدار نه که بیشتر، متاسفانه میدانهای که اینجا در تاجیکستان هست خوب نیستن، به هیچ وجه مناسب حتی تمرین نیستن، نه فقط مسابقات. مهمانان عزیز، صحبت خود را ادامه میدهیم و البته فوتبال چهره های شناخته را دارد و خوب است که حالا در قطر چهره های شناخته، یعنی ستاره های درخشان فوتبال جهانی را ما میبینیم، از قبیل لیونل مسی در هیئت منتخب ارژانتین، کریستیانو رونالدو در هیئت پرتغالیا، روبرت لیواندوفسکی در هیئت منتخب لهستان، نیمار در هیئت تیم برزیل و دیگران. و اندیشه های شما درباره بازی های آنها در قطر؟ درست قید کردید. ببینید که هر یک دسته برای خودش لیدر رو دارد و بسیاری از متخصصین یا که مخلصان گفتن که در این جام جهان باز ما ستاره های نو رو میبینیم، یعنی از مسی و از رونالدو دیده خوبتر و بهتر رو میبینیم. لیکن بازی ها نشون میدهند که همان رول اساسی که دسته هاشون غالب میوند که دسته رو با پیش میبرند، باز همون ستاره ها، باز همون مسی و باز همون رونالدو، باز همون مباپه و باز همون لیواندوفسکی پیش برده. با فکر من که همون ستاره که بودند آنها در همین جام جهانی که الان گذشته ایستاده است، آنها رول کلان رو بازیده ایستادند. بله. به نظر من این ستارهایی که شما نام بردید در جام جهانی قبلی وقتی نام رونالدو می اومد، رونالدوی برزیلی، همه مخلصا هوادارهای فوتبال منتظرن که رونالدو رو ببینن. به هر حال
حل کننده اون بازی اون تک ستاره بود. حالا برای پرتغال رونالدو بود، باز برزیل خیلی ستاره هایی داشتیم، ریوالدو بود، رونالدو بود، رونالدینهو بود. ولی متاسفانه در جام جهانی این دوره امسال ما دیگه ستاره های کمتری رو در تیم ها میبینیم و من اگر بخوام صحبتی بکنم شاید ستاره ها در مربی ها هستن نه در بازیکن ها، به دلیل اینکه شما نگاه کنید الان در لیگ برتر، در لیگ انگلیس، خب ببینید با وارد شدن چند مربی مثل آقای گواردیولا چه تحولی در فوتبال انگلیس شد، آقای یورگن کلوپ چه تحولی شد. قبلا اگر تیم انگلیس رو الان شما میبینید خوب است، وجود این مربیای خارجی در لیگ برترشونه و اون ستاره هایی بودن که این تیم های ملی رو ساختن، چون بازیکن های خوبی رو ساختن در باشگاه هاشون. و تیم هایی که بخوایم ستاره بگیم، ببین الان ما تیم ملی تونس رو دیدیم روبروی فرانسه، درسته؟ تیم بود واقعا، حالا تجربهش یا حالا کار نداریم به اون نتایجشون، ولی تیم بودن. این شناختی که من دارم الان مربیان فرانسوی وارد فوتبال تونس شدن و در لیگ تونس مربیان بیشتر فرانسوی هستن، چون فرانسوی هم زبان دیگه تونسی است، به جز عربی فرانسوی هم صحبت میکنن. ورود مربیان جوان به فوتبال جهان در لیگ های مختلف، اینا باعث شدن که الان ما تیم هایی رو میبینیم که راحت میان تیم های بزرگ دنیا رو میبرن. شما مربی تیم عربستان، درسته؟ ایشون الان یک ستاره است در فوتبال عربستان، درسته؟ نیومد بالا، نتیجه چیزی نکرد، ولی میاد یک تیمی رو میبره در جام جهانی، یکی از تیم های بزرگ. و وجود مربی است که فکر میکنم الان اینا ستاره هستن و این ستاره ها همینا تمام شدن. رونالدو، مسی، بعد از این جام جهان دیگه شاید نامی از اینا در جام جهان بعد نخواهیم داشت. اما اگر عادلانه بخوام چیز بکنم، فقط در اسپانیا من یک دو تا بازیکن جوان دیدم. گاوی بود، درسته اون رقم چند بود وسط بازی میکنه، الان ذهنم نیست. در تمام تیم ها من یه نفر دیدم. در 32 تا تیم که ما دیدیم من به نظرم همین یک نفر از بازیکن ها هستن، ولی بیشتر سمت مربی ها رو من گرفتم چون اینا متحول فوتبال شدن در این دوره. تشکر زیاد. و در همین جو مهمانان عزیز، بینندگان گرامی، صحبتی میزگیردی رادیوی آزادی به پایان میرسد و البته حالا بازی های خیلی هم دقت جلب کننده، شوق‌آور، تیزتون، پرشدت در جام جهانی در قطر در پیش است و امیدواریم که باز ما این بازی ها رو تحلیل میکنیم و از اشتراکتان در این صحبت از شما مهمانان گرامی تشکر میگویم. از مربی از جمهوری اسلامی ایران امین سبحانی و امانشاه سعادت سایروف مربی از جمهوری تاجیکستان. بینندگان عزیز و شما نیز که با ما همراه بودید تشکر اظهار میکنم. شاد و خرم باشید.